assalomu alaykum shunavandagani muhtaram. Man muallimi kafedra metodik tahsilot ibtidoi donishgahli soatbar pedagogik mehnat Amirqulov Hasanjonovich. Mavzui imrozi ma doir ba fani nazariya metodiki fanهای tabiiy در موضوع qabatli جغرافی زمین litosfera. Doir ba mavzu va chunki naqshini zehni javob berdi. Yakun qabatli zamin. Duyum hodisaviy geologiya va jug'rofiya. Va seyum tarkib va soxtori litosfera. Qabati jug'rofiy zamin ya'ni litosfera. Sayyorai zamin asli qabat asosiy iborat. 10 litosfera, hidrosfera, atmosfera va yakjoyagi biosferani tashkil etadi. Ya'ni azmin qabatli zamin litosfera. Litosfera ya'ni qabatli xushki zamin deb hisoblanadi. در خریطه سیاسی جهان ممکن است که ترتیب جایگزین دولت‌ها، ماتریک‌ها، اقیانوس‌ها و همین تبدیل شده است. قسم خشکی زمین را هم در همین رسم دیدن ممکن است. 71% آن را تشکیل می‌کند و باقی مانده آن را قسم خشکی لیتوسفر تشکیل می‌کند. در رسم‌های زمین ماتریک و قطعه‌های زمین دیدن ممکن است. در اینجا آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، Afrika, Yevropa, Osiyo va Avstraliya degan mumkin است. این qabati asosiy litosfera رو tashkil etadi. Va tarzi hayoti har یک xalq millat, olimi rastlangan, olimi hayotlar در هر bir kishvar har xil namoyon shudanashi degan mumkin. Litosfera در qisri xushki, qisri uqyomusi va qatorko'llar va bayni uqyonuslar joyga tushadi. Qabatdagi asli zamin va qismi bo'lgan mantiq tarkibiyoti است. لیتوسفera nomli. لیتوسفera aslida me'yonidan ma'nosi sang. Asli این qabat در hamma joyهای کره زمین har xil حساب می‌شود. Masalan, qabati saqf لیتوسفera. qabati بالای زمین که همچون خشکی و روی آبخوار فرا گرفته است. و دویم qabat mantiq. Qabati که بین لیتوسفera و یادro joyga شده است و از سنگ‌ها و مینرال‌های سخت عبارت است. این منطقه حساب می‌شود. پس این باشد یادro. منطقه یادro زمین که اساساً از متان‌های غاز و جمله آهن نیکل تشکیل یافته است. حرارت آن خیلی بلند و حساب می‌آید. لیتوسفera qabati سخت و بیرون است که تمام خشکی و بخش‌های بالای اقیانوس‌ها را فرا گرفته است. این qabat از سنگ‌های سخت و کریستال عبارت است. قطعی این qabat از 50 کیلومتر تا 150 کیلومتر فرق می‌کند. لیتوسفera از دو qabat قسمی اساسی عبارت است. لیتوسفera qabati خشکی یعنی روی خشکی و قطار اقیانوس‌ها و مادیا بالای qabati سخت قسمی بالای مادیا qabaتی که لیتوسفera را با مادیا پیوست می‌کند. رسم دیدن ممکن است. qabati zamin لیتوسفera با نبود خود مادیا بیرون مادیا داخل و یادروی بیرون و یادروی مرکزی را دیدن ممکن است. و یادروی مرکزی حالت خیلی بلند حساب می‌آید. در زیر اقیانوس‌ها، در بالای قطارکوه‌ها، در جای همواره وسیع لیتوسفera هر خیل حساب می‌آید. مسافه آنها، چوری آنها هر خیل می‌باشد. موضوع امروزی ما از همین عبارت بود. برای اعتبارتان تشکر.